احساس بلند وطنداری در رشد و انکشاف تاجیکستان صاحب استقلال حصه ارزشمند خود را می‌گذارد. درود بر شما دنیای جوانی. جوانان نیروی سازنده‌اند. از این لحاظ حکومت مملکت برای آنها تمام شرایط‌ها را فراهم می‌آورد. در قطار دیگر برنامه‌هایی که بخشیده میشوند به سال جوانان، برنامه آزمون تلویزیونی محفل ظریفان را منظور شما می‌گردانیم. در بازی امروزه دسته نوروز از دانشگاه ملی تاجیکستان با دسته کشاورز از دانشگاه اگراری تاجیکستان به نام شیرینشاه شاه تیمور بین همدیگر خوب آزمایی میکنند. با هنر و مهارت دسته ها برای اجرای شرط ها اعضای حکمان در نمایندگان زیرین مقرر گردیدند. نماینده از وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان ناصرجان بوریوف، نماینده از وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان تقوی مراد نظروف، نماینده از کمیته جوانان، ورزش و سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان دلاشوب رازقوف، نماینده از کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان منوره شاهین. بهر بلند داشتن دوستی و رفاقت میان دسته ها آنها را برای پذیرایی یکدیگر به صحنه دعوت میکنیم. دسته نوروز از دانشگاه ملی تاجیکستان، دسته کشاورز از دانشگاه اگراری تاجیکستان به نام شیرینشاه شاه تیمور، саломи гарму самимӣ ба ҳамаи шумо дӯстон ва як саломи гарму самимӣ дигар аз дастаи наврӯз ба дастаи кишоварз. моил аз номи дастаи наврӯз ва аз номи раёсати донишгоҳи миллӣ тӯҳфаҳои хотиравиро ба 15 нафар иштирокчии ин даста пешниҳод мекунем. баровии маҳфили зарифон тақдим мегардад аз номи раёсати донишгоҳи миллии тоҷикистон ва дастаи наврӯз. изҳори сипос мекунем ба дастаи наврӯз барои эҳтиром доштани дӯстони худ, барои эҳтиром доштани рақиби худ ва инак дастаи кишоварзо баҳри пазироии дастаи наврӯз ба саҳна мехонем. марҳамат. аввало салому дуруди худро ба ҳакамон, ба аҳли толор ва ба дастаи наврӯз мерасонем. ва ҳоло тӯҳфаи хотиравӣ از دسته کشاورزی دانشگاه اگراری تاجیکستان به نام شیرینشاه شاه تیمور به دسته نوروز دانشگاه ملی تاجیکستان سپاریده می شود. دستگیری بکنیم دوستان، دستگیری. با هر دوی دسته اظهار سپاس میکنیم به خاطر احترام گذاشتن یکدیگر. شرط اول این سلامنامه است و جهت اجرای آن دسته نوروز به صحنه خوانده می شود.
سلام دسته هم سبقت ما بود مهری شما در دیده ها جا. درود ای داورانی تازه پرداز، خوشا این سبقت ما گشت آغاز. سلام ما نوای تازه دارد، هوای مهری به اندازه دارد. سلامی ما چو پیک شادمانی است، محبت نامه در سال جوانی است. هنر پرورده در این راه باشیم، ز هر شرطی که هست آگاه باشیم. ایا ای دوست ای همراه مایان، به ما سبقت نمودن نیست آسان. شما چون مسئولانی کشت و کارید، هنرمندی به مایان واگذارید. در این سبقت به اخلاص فراوان برای کار خواهیم بر شمایان. اگر چنده کشاورزی دیارید، به دهقانی نکو و نام دارید، ولی در جاده شعر و ترانه به استعداد مایان سر فرارید. ما دسته نوروزیم، پردان و خودافروزیم، با وحدت این میهن پاینده و پیروزیم. سلام و درود جوانی است نوروز، پیام آوری زندگانی است نوروز. نثار غزل‌های پرسوز بلبل، ز فریادها گلفشانی است نوروز. فروزنده عشق و امید انسان، فزاینده شادمانی است نوروز. نگارید شده خلعت باغ و صحرا، تو گویی که ارژنگ ما نیست نوروز. جوان باید به آر و ننگ باشد، نکو کردار و با فرهنگ باشد. ز خشت مهر خود سازد وطن را، همیشه یک دل و یک رنگ باشد. ما ز نسل آریانیم، ما وطنداری زمانیم، افتخاری تاجیکانیم، ما جوانیم، ما جوانیم. ما بر ورقی سنگ نوشتیم ز وحدت، ما با قلمی ننگ نوشتیم ز وحدت. با خون شهیدان و هم از اشک یتیمان، هم رنگ به ارژنگ نوشتیم ز وحدت. آب است و حیات پایدار است، آب است و زمین و کشت و کار است. محصول همه جهان هستی، از هستی آب فیض
بار است. با مهر و با وفا، با صوت و با نوا، چون رمز اتحاد بر دسته شما، از ما سلامی سبز، بیت و کلامی سبز. ای دسته رقیب بر دیده ها قریب، دست بلند و جای ما را بود نصیب. از ما سلامی سبز، بیت و کلامی سبز. ما جوانیم نامبرداری زمانیم، آبرو بخشی دیاریم، واریسانی تاجیکانیم. تاجیکستانم با خوبستانم در دل و جان. ایثار سپاس میکنیم با دسته نوروز جهت اجرای شرط سلامنامه و برای اجرای شرط سلامنامه دسته کشاورز از دانشگاه اگراری تاجیکستان به نام شیرینشاه شاه تیمور به صحنه خوانده می شود. مرحبا. سلام ای چهره های غرقی انوار، سلام ای راغبان ذوق دیدار، سلام ای مردم دانای و هوشیار، سلام ای طالبان شعر و گفتار. درود درود ای ملتی آوازه دارم، درود ای مردمی با ننگ و آرم، درود ای زادگان نسل سامان، درود فرزانگان این دیارم. نوروز جهانی شد مبارک بادا، عیدی همگانی شد مبارک بادا. این عالمی پیر با همه اجزایش سرشار جوانی شد مبارک بادا. با درودها مهر آور آمدیم بر بزمی محضر، با سواد و احترام و با سرود صادقانه بر شما صدها درود. ما کشاورزیم کس خاکی وطن، رزق و روزی را فراوان میکنیم. نیک در بزمی ظریفان با هنر، صحنه را ما پرز جولان میکنیم. خلق را خرسند و شادان میکنیم، خاکی میهن بوسه باران میکنیم. ما جوانان شادمانی میکنیم، قصه از فصل جوانی میکنیم. بهر حفظی میهنی آوازدار، مثل پیشوا جان فشانی میکنیم. دانشگاهی اگراری شاعر و روزنامه نگار دارد، مهندس و اختراع کار دارد، صاحب کار دارد، میلیسه دارد، حقوق شناس های نامدار دارد. خلاصه متخصصان ورزیده و همه کاری هوشیار دارد. جهان را خورمی از دهقان است، از او گهزر گاه بوستان است.
بکار است. سهمش به وطن هزار است. لیک صفت دانشگاه اگرری باشد از همه صفتها بهترین. باید که دلیل خاص آریم ختم کرده ورا سرور کشور. از این است افتخاری ما دوچند است که نام سروری ملت بلند است. ای که دانشگاهی میلی درس داد پس بیا با هم شویم خرسند و شاد. با سواد و با هنر هم برشویم، این وطن را یاور و پیشبر شویم. بیا بیشتر بیاموزیم برادر. بیا مردانه بانیم مرز کشور. بیا دیگر شویم با پیشروی ها. بپهریزیم از خرافی گوستر، مانند سبا خیز وزیدن دیگر آموز. دامان گل و لاله کشیدن دیگر آموز. اندر دلک غنچه خزیدن دیگر آموز. تختی جمودارا سری راه نفروشند. این کوگران است به کاهن نفروشند. با خون دلی خش، با خون دلی خش، با خون دلی خش، با خون دلی خش، با خون دلی خش خریدن دیگر آموز. با خون دلی خش خریدن دیگر آموز. با خون دلی خش خریدن دیگر آموز. دوستان عزیز و ارجمند، واقعا هنر فایق آن است که دشمن آن را اعتراف کند و اینجا صحنه است، رقابت است میان هر دوی دسته‌ها. جهت اجرای شرط سلامنامه برای هر دوی دسته بیاید با هم بهای اعضای حکمان را میبینیم. بهای اعضای حکمان به دسته نوروز جهت شرط سلامنامه 5 5 5 5. بهای اعضای حکمان به دسته کشاورز جهت اجرای شرط سلامنامه 5 5 5 5. گنجینه های هنر دور گوهر را میماند که روی صحنه جلوه میکند و بهترین داور خلق است که آن را بهاگذاری میکند. شرط دوم در نظامنامه برنامه آزمون تلویزیونی محفل ظریفان سرود هجوی مقرر گردیده است و برای اجرای آن دسته نوروز به صحنه خوانده می شود. ما جوانیم نامبرداری زمانیم آبرو بخشی دیاریم واریسانی تاجیکو. ارایی ساعتم 12 شده دانشجویان نیستن کو. باز به دانشجو درس میگذارم ها. اوه معلم سرنگو گرنگو باور کن گرنگو. چه استاد اینقدر خسته حال مینمود اما کارو 5 ها. ای گوش کن تو بیا ما 5 و 6 و عددهای نترال یک طرف مون ای به حساب نرس. ای جانم باز چی گپ شدم باز چی گپ شد. آخه دوستم میدانی چی همین رفتاری ناجای بعض دانشجویان ای بدلم زده است آخره. ای ارو استاد راست میگوید همین دو دانه رفتاری ناجایشان دلم رو ریش میکند و کدام روز دلم پوریت گفتم میکفت و من میمون. ارو استاد راست میگوید همین دو دانه دفتر چه جایی وزبینی دارد که همه رو به یک جزدان انداخته به درس نمیارن. این خودش چی گپ استاد؟ چی گپ؟ این چی گپ؟ من از کجا دانم چی گپ؟ این
گفتنی دردی دلی ما ماده شد سمک بر دانشجو شد باریگران سمک بر دانشجو شد باریگران دفتری در کیسه ها جا ماده شد دفتری در کیسه ها جا ماده شد این چی گپ 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 استاد این چی گپ من خودم نمیدونم چی گپ اینجا من نمیدونم تو ندونی من کجا دونم امتحانگیری به دانشجوی ما امتحانگیری به دانشجوی ما از حساب جیبی بابا ماده شد از حساب جیبی بابا ماده شد بهر دخترهای دانشجو چرا بهر دخترهای دانشجو چرا چله و گوشوار طلا ماده شد چله و گوشوار طلا ماده شد این چی گپ 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 بابا این چی گپ بایدم یگان گپ دوام شو گوش که دانشجو میانی درس ها هم به دانشجو میانی درس ها بعدی استاد آمدن ها ماده شد بعدی استاد آمدن ها ماده شد جای آنکی سبز سازن یک درخت جای آنکی سبز سازن یک درخت کندنی گلهای زیبا ماده شد کندنی گلهای زیبا ماده شد این چی گپ 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 مدنیت دانشجو نخواد گلک کنه او بیچاره دانشجو پول ندارد به عروسش چی برد شیمو کستم زیبی دانشجو بود شیمو کستم زیبی دانشجو بود لیک جنسی تنگ بر ما ماده شد لیک جنسی تنگ بر ما ماده شد بهر دانشجو میانی درس ها بهر دانشجو میانی درس ها کار با وی بیرو ایما ماده شد کار با وی بیرو ایما ماده شد این چی گپ 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 استاد همی وایبرش چی اصلا همی وایبر کی من نمیدونم و تو ندونی وای کی باگ جدا و کی میشه چون یه با تلفن های نرخش بسگران با تلفن های نرخش بسگران گپ زنی تا نصف شب ها ماده شد گپ زنی تا نصف شب ها ماده شد بهر دانشجو پسرها دایما بهر دانشجو پسرها دایما و دیدنی پای های زیبا ماده شد دیدنی پای های زیبا ماده شد این چی گپ 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 استاد حالی هم جوانی میکنه ده برای چی؟ او پای نگاه میکنه که دوستم قد پس باشد فقط با پا میرسد با بالا نمیرسد یه؟ این چی گپ 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 استاد من یافتم میدونی چی هیچی دسته کشاورز جهت اجرای سرود هجوی به صحنه خوانده می شود. مرحبا.
همسایه همسایه ای سنگلی جون ها بیا همسایه جان بیا همسایه ای السلام حالا سوز همه خوب رحمت همسایه میگوی مردم اما نوروزی گوشتی گرفته خمونه میره این چی هفتانده اومدی دام؟ این سر و روی ایره بی این کفگیری دست ایره بی چو کرد بو؟ همسایه جان نپرسه چو کرد؟ هم زنی اکمانگی سوز بود همسایه ایشه چو کرد؟ هم زنی اکمانگی میزد ددنی خونه میزد خلاص ایشی؟ زنی دیمانگی زده توبوله کوچه میبرد باز زده توپونی کوچه میبرد همسایه بیزار شدیم همسایه همسایه جورا جون زیغ نشه ای هر که تقدیر نصیبش میبینه خالی فلختم کم آمده هسته نه که خالی مرده کو بسورن تو زیغ نشه همسایه جون لبای جون همین خودت کاری خوب نکردی همسایه با ما چی کاری باید کردم همون زنت قد 4 فرزندت خانه پیش کردی کاری خوب نشد همسایه همسایه نمیدونیده اوی زنای حضوره رو سر داده میشوه خودش سر داد کاری خوب نشد همسایه نه که چی همسایه اکالی جوانا گفته که سال جوانا گفته یا تیاشش گرفته نه 18 ساله یاش 5 هنره دختر حضوره رو میدونی که هنرش میدونی با چی های؟ چی های؟ گوش کن وایبر ادنا کلاسی کانتاکت ایمو دروگ واکروگ خلاص همین اینترنت همین یاد گرفتم نه هم خزرو کی همسایه آفرین اگه به همسایه یه فعل خوب داره میدونی چی های؟ همین یه فعل بگو هم فعل همین 105 بگم میشه اکو خواهی همین رو تا رو میتکی میرویا 106 سهر میوی میدرویا ما بازر خویرا خام نمیتا زورای خسرای کی همسایه جان تو خوشبختی همسایه در دیدی من اگش کر کن بزنم گفتم الا شیرینی من بزنم گفتم الا شیرینی من گفت در خانه قند و قرص نیست گفت در خانه قند و قرص نیست گفتمش بندی گلی روی تویم گفتمش بندی گلی روی تویم گفت شاخی گاوم آن را بند نیست گفت شاخی گاوم آن را بند نیست گفتمش جانو نایی فر بیاکم گفتمش جانو نایی فر بیاکم گفت روغن شد تمام روغن بیار گفت روغن شد تمام روغن بیار گفتمش جانم شبیه مرغکم گفتمش جانم شبیه مرغکم گفت بری چوجه ها ارزم بیار گفت بری چوجه ها ارزم بیاره گفتمش آب و ادایی تو شدم گفتمش آب و ادایی تو شدم گفت را پالز را شادا بکن گفت را پالز را شادا بکن گفتمش سر پیشی پایت منیم گفتمش سر پیشی پایت منیم گفت بر پایم کلوشی نو بیار گفت بر پایم کلوشی نو بیار
خسیم پیش تو گفتمش من یک خسیم پیش تو گفت که دون سخت محتاجی خساس گفت که دون سخت محتاجی خساس گفتمش منو مراد از لطف تو گفتمش منو مراد از لطف تو گفت خود هستی مرادین بس است گفت خود هستی مرادین بس است گفت خود هستی مرادین بس است گفت چی گفت؟ گفت خود هستی مرادی این بس است نه خوبه لحظه حساس برای هر دوی دسته بهای اعضای حکمان باید با هم میبینیم که اعضای حکمان به دسته نوروز جهت اجرای شرط سرود هجوی چگونه بهاگذاری میکنند 5 بهای اعضای حکمان به دسته کشاورز جهت اجرای شرط دوم یعنی سرود هجوی 5 4 دسته نوروز جهت اجرای شرط سیوم یعنی صحنه‌چه هجوی مرحبا ما جوانیم نامبرداری زمانیم آبرو گرفتم 180 تومان استپندیا گرفتم آزی مدینه جان ازم میزم алло мадина лабай да куҷоӣ китобхонада ма дар пеши бинои марказим намеоя ходогер ходохӯрӣ бирем ходок ман қагишнай будам ки биё мадинаҷон майя тамҷа бес ман ҳозир меём бухурмуше ҳозир ман масъалаи ҳал мекунам ҳамаи пулаш айдаш мегирам о илҳомҷоне элҳомҷон чӣ хеле созӣ саломатият хуб кору боло соза проблема чӣ гап шида ҷумахон экзамин ғалтида мегӯе ту дурӯғ мегӯе ман кадом вақти стипендия бигирам ту пайдо мешав элҳомҷон илтимос ҳаме кредит кредит 200 сомонак дар кора илтимос чӣ 200 сомонак охи ман 180 сомон стипендия гирифтам қала 179 мешав бутем илтимос даиксам ман раҳмат илҳомҷон ту суд медорам ҳама хизматам мекунам раҳмат кадом вақти стипендия бигирам ҷумахон пайдо мешавад қагидга мондам ки ачоқш кунам бача кади табот хира табн соза хай намерем киҷо ходохӯрӣ не мадина я ҷои шино рафта будам қасерум хай чӣ багани мара файрод кадӣ гуфтум я бинам оҳи надем мара бардор телефонта бардор алло лабай мадина чӣ хел наз раҳмат созӣ раҳмат дар куҷоӣ пеши донишгоҳда пеши донишгоҳ як ҷо мере куҷо чикен мерем чикен мерам мере миёй ҳам пеши донишгоҳда бесозам миём тезка майли бишнай бадам тезка майли хай ҷумахон илҳом ҷумахон мадина ҷумахон این زنک کجا نباشد زنک زنک این عجوز کمپیر در کجاست زنک اینجا بیا اینجا بیافتا آره گوش کن چیز مگی آره گوش کن بچه ها کنی بچه ها چی؟ اوی کار بچه ها کنی میگویم کی کار؟ سه گوش دارم بچه ها من کجا برم در کجایم
منو گوش کن این مسئولیتی مادر که باید فرزنداشو تربیه کنه سرشته کنه تو چخل مادر ها؟ چی؟ ها قانون تا که درباره مسئولیت مادر برامده اوه منو گوش کن خیلی مسئولیت پدر و مادر نویسه که لیکن پدر از اینجا استثنا دیا خیلی استثنا که باشه هوی بخوای خونه اوه منو گوش کن اوه چیز میگی؟ من همه اثر تو بگونه کار میکنم شما رو تمرین میکنم باز چی کار نمیکی ها؟ روزی دراز دارم جشتگی یا چاینیک چای کوو در پیشت خورده خوابی اوه منو گوش کن من همون خستگی ما برای رفتم اینجا میشینم فهمیدی؟ خستگی کجا تو میراری؟ او زنک منو گوش کن من عصبانی نکن فهمیدی؟ وقتی عصبانی میشم چپ و راست حمله میکنم باور کن حالم خیلی بد میشه مدرزاق میشم اینمی حیوانی بیچاره خری بیچاره همین سرباز یگان چی نخورد از دو رفته علفته خطا لف بتم خرتا لف بتم دو گودک تا لف بتم چی متدیجه کم بایم اوه زنه چیز میگی؟ کور نمیکی نکن حاضر دو گفتم دو رفته خربا رفت با یگان جا نمیرم تو میری یگان جا نمیرم دو گفتم نمیرم تو میری تو میری تو میری تو میری تو شد جانم رو بالا برو ای جان دایم جا برویا من توی تو گور نکنم نمیمونم فهمیدی؟ اینجا چی؟ چی این اینجا؟ با فکر کدای مای میترسم مدلی ما گفته سوجو بشینو من تو میادونم موقعی زنم آخی میفهمم منو گوش کن حاضر هر دیومان یک کاری زور میکنم چی کار میکنم؟ اوستا ولی وقت این کار نه چون اینجا ولی مسئله نمیبینم گوش کن هر دیومان آرام کک میشینیم کی یکم گپ زند همون رفته خربه علف میداد روزی می شید مرازی چی بودا؟ من یه پیشنهاد دارم خای قرارک میشینی یگان چی خوند چخنه میشی امایلا اینمی چی کارشید قرار میشینیم میرم اوقات میکنم بوده جمیدن ممکن ایجاد نمیجمی فهمیدی؟ 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 نه نجوم ده گم نزده میشنم شد یک دو چه سکنیم سلام علیکم آقا جون بخشش وای گاب نازا یک خدا خود مداد ساعتی تیلویی بزن ما میبرم مسافر ببینم چی حال بودی مسافر مسافر کار نمیزنی ای زنده ها مسافر بیو کو بینو چی حال بودی Azor saman. Rozo khriya bas mekanım. O telefoni Galaxy Hub. Kubiya selfie kini. Aysiş. Yataydık. Muzaffer. ما ترى فراموش نمیکنیم یا دونامتی خودم دومتیم لوی هر از خونه تا دزدنم یا الله اکبر خواهی مسافر من رفتم خواهی یافتم نتنه سلام نه یافتمش برگم جان اتاکل جانم نغزه سوازه
مبارکی اوه زن یگرم زن همین سال جوانا بدن صغیره ها یک تل کردم یگان داشت ها نگفت باور که یک روز همین عقبای انضاب گذشته سبدم یک خطایی رو دیدم همین نگاه کردم که مثلا گفت او خیالم میگه که عرض سلام گفتم خدم ای دیگه همین میبینیش جوان مرگه شرماهی برینه شرماهی دست جانم اکه امیر راه میگرده شیر بدنه میبینی انا میتای انا بچه این عادت پارتو آیاقیم نگاه نکرده تو جانم این عادت پارتو اکه همین میبینیش ای خدا زاره میکنی که تیستا شو بدوی دست جانم اکه امورا میگم بگیرم بالای سری صغیره هم ده سایبان نه عبدالمجید جانا پاچه کلانی به آبی جبین پول جمع کردم خالیجاش روان کردم بخانه بیا یک فردی به معرفه شوه وطنش ده خدمت کنه او روسیاه چکا کرده است کیم کدام نتاشد خدمت داره کتی همو سیگار کشی چو گب نمیزنی شاو اگر چغیر بالا بود کتی هنگه تینجی بود اگه خواهی میگم تو ده دعوتت کنم دست جانم برای بقا اومدم تو یک سخت مرده ای تو نه در مرده ای چیز میاری نه در توی مرا بقشه داری کو یا بقشه ذاتی همو را برام اک تویده باید خود میای برام بقره روزی؟ یه دست جانم روزی یه بیا مچید کنم یه بای براست یه دست جانم یه مردم راضی شد دست جانم تو ماشا بینا مردم همه که محضر بودید همه تان خانه بین بقچه رو میکشم بقچه اچوزه چرا میگیرم یه راحت جان یه درد بجان یه مرچمیان یه نومربان یه بیبیان شما خلای گلبتا را ندیدیم اوهی بابای مرگان السلام بابا جون اوقات آوردم میخرین همه خود میخرین بابا جون بچه تو ندیدین هم قصدی شدم ای سهر ندیدم شا چرا گام نمیزنی؟ دستار توم ریزم؟ مایل یکم بار میدم که آدم بستر شب خود میخوده بو بیارم حوزی میارم مردک انا یکم دیگه چی میخندی؟ چی؟ ایچی هفته ای مردک خرد دزیدن مالش من بریدم تو بایداد اگون تو رفته خر بلد خرد دزیدن چی؟ خرد دزیدن وای میرگنی کنن ابوش جمعی خیرگی خرا دست دادی خر مایلش لیکن خانه دوست برد بقا به رازی چی؟ خانه رو دوست برد؟ تلای مکو حسبت خیاز خرمه از کار خود سر کن خود را به دست گیرو از پی کار شو قهوه ژکی قوت می بخشد تا که حرکت را دوام داده راه کشاید برای خود و دیگران قهوه ژکی نیروی کار است
дастаи кишоварз баҳри иҷрои шарти сеюм яъне саначаи ҳаҷвӣ ба саҳна хонда мешавад. Марҳабо. این مهمانا کجا شدن؟ اوی داماد کجا شی؟ نمیفهمم جوانای حاضره را نمیفهمم. او همین ساعت 9 گفتی او بیا عروس تا گیر براخی. این دامادم های تنظیم به خبره چی بلا؟ جمشید جان؟ جمشید جان جمشید جان چای تیاره تیار حاضی داماد نبیاد جمشید جان تیار تاقا امی که قاق تماش را آمد کجا بیارم؟ ادعو جمشید جان ای خونه هم سویا بیر مالا تاقا جان ادعو مهمانا خوش آمده داماد جان خوش آمدی رحمت خوش آمدن خوش آمدن خوش آمدن خوش آمدن رحمت مهمانا رنگ خانه اختون با حضور شتن گیرن ما همون دامادا رو برای مسئله نکاح بینم خوش آمدن داماد جان خوش آمدی عادل مدل جان عادل مدل جان شما مبارک شما بسیار کار خرکتی بیو مهمونا همی السلام علیکم مبارک شما خدای همی خانه با سمتی خانه شما الله آمین عادل مدل جان لبای وقت کمای تنظیم قشلاقی بالاده با توی نیکای اجارک زندان نکنه برای همین دویده یک کس آبا همو عروس هم را دیگه پرسیده بیم حوزی بای ملا حوزی داماد بله داماد مبارک شد داماد داماد برای چنه تکنده خورسادی میگم امی خونه عروس که داره چی داره نیم آدم بربره میتلقت کرد ای از نگفته چسبیانده من یکم بار خانه خسرم رفتم ترکن چسبیده بای ملا انا او عادل مدل جان بله عادل مدل جان ایکا سر میکنیم نام دختر ما چی بود؟ سبزگل بای ملا سبزگل بیستان نامی خوب داماد نامی شما اشتیابک بیستان نامی خوب داماد نامی پدرتون چی هست؟ آتم او بچه همون نامی آتا چی؟ آتم همون نامی آتا چه تو چی خیلی بچه ای؟ حاتم گفتم حاتم بگو چی میشوه؟ دو وقتی آدم هم میگیری حاتم عادل مدل جان داماد تو چی خیلی هست؟ جوانا بای ملا جوانا رحمت عادل مدل جان نیکا سر میکنیم وقت کمای بچه دستا را کشاد گیری با عروس داماد بند نقلتن سر میکنیم سر کنیم بای ملا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم بای ملا همی دستا سازی دستا را گفتیم کشادیش برایم کشادیش نه دستا پرسیدیم کشادیش ساز نیکا بریدم ممکن است تو چه خیلی دامادی بخشیش یا پرسیم گفتیم تمام میشوم این دامادی تو نیکا بریده خیلی نمیشوه سر میکنیم نیکا نبر ممکن نیست تمام دیگه نمیشه سر میکنیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم شما که عبدال مدام دختر دست سبزگلو به این جوان حاضر ناظر بخشیدید بخشیدیم بای ملا بخشیدیم رحمت تقوی جان رحمت رحمت یکم برای زن گرفته و دیم سیم در ساز میشه بخشیش نیکا هوای را نکن ممکن نیست بخشیش یکی
هیجان داده نیکا دوام اتیم ممکن نیست نیکا بیرون نکن دیگه نمیشه دوام اتیم دوام اتیم شما کیشیا بگ پدرتان حاتم بای سازگل را بزنی قبول کردید ها بای ملا خواستیم و قبولش کردیم بزنی بچه لبای او زنه که تو میگیری او بایاره چی شده که خواستم و قبولش کردیم بزنی اکی یا همکورسا ناامید نرواده یارم خوش کده بخشیش داماد لبای نمیشه و من تلپوای نکاح نمیکنم من تیره نکاح کدشتم خواستم و قبولش کردم بزنی خواستم و قبولش کردم بزنی انا مرسیدم که بله عادل مدل جان نمی آبی نکاح بر عروسته باز آورده دامادته داماد خدا خوشه پیر تا کنه الله اکبر من رفتم ناشکری دوباری داماده عادل مدل جان عادل مدل جان همین من خدا که چی امید ندارم همین گاوه کشتیرون قفاش خونه روی که بسه خوش آمدن بای ملا خوش آمدن سلفی بگی سلفی داماد داماد پختسی و خطی پختسی کلون میکنیم داماد اناوی نکاح رحمت یه اوی تقا هیچی نداره کو داماد جان امو دگانای عروس جوانا در امو گردی عروس یک قرتی نوشیم به مراد و مقصد ما رسیم تا یک قرتی خوریم میبخشه همون دگانای عروس همش مره نگاه داشتن یا مید اینجا کدام خورده هوای بگیره شما نمیگیرم نداره ایچی نداره چه داماد او مردگی خیلی نمیشه اخلانی او گردان کنیشه تقا جان به خاطر شما میلیستم شهر ای آفرین همین میگن تهمانده شیرینه راستای مینندار داماد جان ماشینا تیاره ماشینا تیار من رفتم عروس تا گرفته بیارم بملال عروس نه بیا عروس بیا عروس بیا کلانه کوخی نه اودان یک کگونه عروس میترسه بس میترسه اما میخدم اون مرده که های ما شری نری اگرانومو می حالا به بچه چه نشیدم حالا بس هنگاه من خودم رفته زمارا بیاخم ما مرده که موخی باید اومد زن گرفته سی بیا جوی ما دا بی اینه شوخ کدم داماد جان خانه دا میگیریم که خبه داماد جان دستی عروس تقا تمام میکپیم ما که ما مرده که مبارک شود آفرین مبارک شود جفتی مناسب ای مبارک شود خوشا پیر شوم رحمت داماد تنجه اگه تقا پیش ما دا خوب نمیشه و ایده تا خدا زده نمانده سیم مینادار خیلی اخترم گیری نکو داماد آماده میفهمدگی انشالله خوشبخت میشین ما مرده که بکن داماد خطبه دست بگی داماد نصیب چوکا داماد تنجی دلم در دختر تان سوخت خیر راضی نباشه بیا سرس پس برم شا نه داماد او دختره گریه میکنه ناز میکنه همه نقل نشه داماد لبای تقا یادو
الهی آمین. خداوند همین داماد عروس در همین سال جوانان خوشا پیرگن. آمین. الله اکبر. تشکر میکنیم به هر دوی دسته ها جهت اجرای شرط سهیم یعنی صحنه‌چه حجوی. بیایید با هم میبینیم اعضای حکمان به هر دوی دسته چگونه به هنر و مهارتشون خلقگذاری میکنند. بهای اعضای حکمان به دسته نوروز جهت اجرای شرط صحنه‌چه حجوی 5 5 5 5. بهای اعضای حکمان به دسته کشاورز جهت اجرای شرط سهیم یعنی صحنه‌چه حجوی 5 5 5 5. بین هر دوی دسته سوال ها پیشنهاد کردند و جواب های با ظرافت را گرفتند. خب استقبال میگیریم دسته نوروز. مرحمت. استقبال میگیریم دسته کشاورز. شما امکانیت دارید که به دسته رقیب 3 سوال پیشنهاد کنید و رقیب به شما 3 سوال پیشنهاد میکند. سوال ها دارای ظرافت باشند، به تحقیر دسته ها باید خللدار نکنند. مرحمت. شروع میگردد از دسته نوروز. سوال شما. خوب، سوال نخستین ما از گروه نوروز به دسته کشاورزان. سوال ما چنین است. چی؟ از خاطرت برآوردی؟ سوال چی؟ اخی اکا دلم نمیشه همین سوال بودم باشه. برای چی؟ اخی دلم میزند اسم دکیش همه دوزم. پول چیست؟ پول؟ حاضی فکر کنه. برای هر دوی دسته امکانیت داده می شود اویدی جویا شدن پاسخ با ظرافت وقت مقرر شود. مرحمت. وقت برای محاکمه کردن. وقتی مقرر گردیده به انتها می رسد. مرحمت. سوال را تکرار کنید. سوال را تکرار کنید. پول چیست؟ جواب. پول این اکویوالنت همه مال هاست. حل کننده مشکلات دیروز امروزی ماست. حلفکشای مشکلات این هم پول است. زاغ اگر پول داشته باشد بلبل است. صد بسازی تو تلاش از بردی کار در زندگی. رنگ و بویت را نبینن هر چند دستی تو گل است. پول عشق و بی پول عاشق بردی خود خواهند ولی مهر دنیا رفت بالا این هم به خاطر پول است. یار دوستانت روند ای دوست از این دلگیر مشو. مهر و عاقبت برفت این هم به خاطر پول است. همین دوست ارجمندی ما راست میگوید. خرسک میزنیم پس. بله البته همین گونه است.
یک شعر دیگر اگر میگفت باز کاملتر میشد. ای پول تو چرا روی به زیبت ننمایی؟ یا قهری 100 ساله تو با جیبکی مایی؟ یک دم بینشین جیبکی ما مار ندارد. آنجا که درایی چرا زود برایی؟ سلامت باشید. خوب سوال شد، پاسخ شد، باز جواب خودی دسته رو شنیدیم. مرحمت، سوال دسته کشاورز. سوال به دسته نوروز دانشگاه ملی. از دانشجوی خوب متخصص میبراید، از دانشجوی بد چی؟ امکانات میدیم برای محاکمه کردن دسته. چک 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 وقت رفت شده. وقت چک 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 چک. سوال رو تکرار میکردید التماس. مرحمت، سوال رو بار دیگر تکرار کنید. از دانشجوی خوب متخصص میبراید، از دانشجوی بد چی؟ از دانشجوی بد متهم خصیص میبراید. آفرین، درست. سوال دویومی ما چونین از دوست ارجمندی کشاورز. مرد از آشیانه 16 وقتی به کار رفتنش با واسطه لیفت می رود، ولی هنگامی که از کار بر می گردد پای پیاده می براید. سبب در چی است؟ برای دسته سوال فهمو است. بگذار محاکمه کنم، امکانات دارم. خلال نرسانید دوستان. فرصتی که جدا میگردد نباید طولانی باشد. هر اون قدری که کوتاه باشد همون قدر برای اعضای حکمان برای خال گذاشتن امکانات خوب فراهم می‌آورد. خب بار دیگر سوال رو تکرار کنید. تکرار. سوال رو تکرار کنید. خوش مرد از آشیانه 16 هنگامی به کار رفتن با واسطه لیفت می‌فراید و به کار می‌رود. وقتی که از کار می‌آید پای پیاده به 16 آشیانه می‌براید. سبب در چی است؟ سبب همسایه لبای همسایه نباشه. همین سر کار رفتم و من نقطه ایشی رو یافتم. ایس نمیوم و زیر کنیم و برام. معنای پاسخ رو فهمیدید؟ اوه بله بله بله. یعنی مردی از آشیانه میفرامد یک قد پس دارد مثلی خب تشکر میکنیم. سوال دویوم دسته کشاورز به دسته نوروز. مرحمت. بیزنسی گالستروک فروشان اوج گرفت. چرا؟ نفهمیدم. بیزنسی گالستروک فروشان اوج گرفت. چرا؟ چی؟ جواب شد. خب بیاد دوستان. مهلت محاکمه. دسته آماده است. مرحمت، سوال رو بار دیگر تکرار کنید. تکرار کنید. مرحمت. بیزنسی گالستروک فروشان اوج گرفت. چرا؟ نه فهمیدم. حاضرم نفهمیدم. امسال سالی جوان درست قید کردم. خب دوستان از ارجمند بیاید با هم میشنویم سوال آخران، یعنی سوال سیومی دسته نوروز. مرحمت. سوال من خیلی آدمی هنوم بخاطر چی میشه و آدمی حکم بخاطر چی میشه اکا این حال داری ختمی سالبر هم داره. بیا فکر کنیم.
دسته آماده است. مرحمت سوال رو بار دیگر تکرار کنید. آدمی که از نهم هفته چی می شود و آدمی که از یکم هفته چی می شود؟ آدم از نهم هفته گم می شود. اگر شوهرش نمی بود نمی افتیدم. دوستی عزیز یکم شا نگفتی. از یکم شا نگفتی. سببش در آن است که وقتی که در نهم آشونه وقتی که شخص می افتد اول سر و صدا به میان می آید پس آن تلپ کرده به زمین می زند. بله. در یکم آشونه باشد برعکس همین می شود. اول تلپی بعد سر و صدا به میان می آید. خب از پاسخ قناعتمند هستین؟ بله. خب میشنویم سوال سومی دسته کشاورز. به قدر زر زرگر می رسد به قدر دانشجو چی؟ او قپید من نشیندم. یا باید بگو. به قدر زر زرگر می رسد به قدر دانشجو چی؟ جبیو چی میگه؟ خب بیاید بار دیگر سوال سومی دسته ورزشگر رو میشنویم. یا باید بگو که گنده فوریده. فوری دشه. سوال به قدر زر زرگر می رسد به قدر دانشجو چی؟ برادر یا منو لبا اوهی جان جبیو اکه بوی آیمدم پس بده من در یابان همه آدمی بلند خدمم. تشکر میکنیم به هر دوی دستا. مرحمت به جای خود گذارید. دوستان عزیز ارجمند، ما و شما شاهد آن گشتیم که سوال‌ها چگونه بودند و پاسخ‌ها چگونه بودند. بیایید اعضای حکمان رو می‌بینیم که با هنر و مهارت هر دوی دسته‌ها جهت اجرای شرط چهارم یعنی سوالنامه چگونه بهاگذاری می‌کنند. بهای اعضای حکمان جهت اجرای شرط چهارم یعنی سوالنامه به دسته نوروز 5 دوستان خاموشی. بهای اعضای حکمان به دسته کشاورز 5 دسته نوروز برای اجرای شرط تقلید به صحنه خوانده می شود. مرحبا. خوش آمدید. مرحمت. ما از دیدار شما نهایت شاد گشتیم. مرحمت. سلام و درود به پایان به همه شما دوستان ارجمند و دوستداران شعر و آهنگ‌های مرغوب. ما به همه شما بخت و اقبال بلند و روزگار خوش و آسوده را خواهان هستیم. و با این آرزوهای صمیمی برنامه نوبتی سبد و شعر و ترانه را از استودیوی تعلیمی تلویزیونی فاکولته ژورنالیستیک دانشگاه ملی تاجیکستان منظور شما می‌گردانیم. خوش دوستان ارجمند و بسیار عزیز، ما برای شما یک سبد سرود و آهنگ‌های بسیار جالب را پیشنهاد میکنیم که البته خوشتان میاد و چون سال جوانان است و همچنین ما قید میکنیم 20مین سالگرد جشن وحدت ملی رو، ما تصمیم گرفتیم که سخن چند پیشنهاد کرده باشیم از وطن دوستی. با این مقصد
به برنامه امروزه ما شاعر معروف ادبیات معاصر تاجیک بازار صابر حضور دارند. ما شما را به برنامه صمیمانه خیر مقدم میگوییم و چون از سال جوانان یاد کردیم و همچنین جشن وحدت ملی را یاد کردیم، میسازد یک شعر بسیار زیبای وطن دوستانه را پیشنهاد میکردید. چه گفتی؟ یک شعر بسیار زیبای وطن دوستانه را پیشنهاد میکردید. درباره وطن میخونم. از خاک وطن گوری پدر در دل مامان، مادر چو مزاری لب جر در دل مامان. در آتش غم کاغذ روی من اگر سوخت، از خواهر من کاغذ سر در دل مامان. وای سخنهای من میگم من دیگر هیچ کس نه. بله بسیار سخنهای زیبا، بسیار شعر عالی. خوش. اکنون یک شعر بسیار زیبای وطن دوستانه نیز پیشنهاد گردید. اکنون لحظه فرا رسیده است که یک سرود دیگر پیشنهاد بگردد، ولی شرط آن است که سرود باید در دایره خواهش شما باشد. از کدام سراینده میخواهید یک سرود پیشنهاد بگردد؟ او سید قل بخونه شروع میخونه، با تاب دلو میخونه. سید قل بخونه. خب از این هنر را یک سرود پیشنهاد میگردن. مرحمت. در صداقت ها دمودم من، رهی خود را به زحمت ها کشودم من. هر آنچه کیست بینمودم درودم من، همه روز و شبی خود را سرودم من. پشیمان نیستم از عمری پالیدم، با پیری میرسم از خویش بالیدم. با پیری میرسم از خویش بالیدم. با پیری میرسم از خویش بالیدم. از وطن دوستی و میهن پرستی گفتیم، ولی چرا در این لحظه ها از عشق نگوییم؟ بله از عشق. عشق چه کلمه زیبا. جوانم به خاطر آمد. جوانم آز چهر میگم درباره عشق. در پرتای پیش صنف ما جای تو بود، در توت قطار لنگری های تو بود. بله بسیار راحت کردیم از این شعرهای بسیار زیبای شما. اکنون ما یک دستگل سرود و آهنگ ها تهیه کردیم، هم از سرایندگانی که امروز سرود میخونن و هم از آنهایی که از خزینه پیشنهاد میگردن. نخست از نگینه رؤوف سرود گلی بادام داریم پیشنهاد میشه. ملکه فیض آباد رحمت بسیار زیبا بود، نازاش مرا میکش. ما فخریدین ملیک است. مرحمت.
نغمه ای صدای من تو آتشی شرار من هر نفسم به یاد تو مرهمی عشق پاک من ماه خوبانی گل من یاری جنانی راز و ارمانی دل من ماه خوبانی. خوش دلی من میخواهد یک سرود فلک بشنوم. این لحظه از خزینه یک سرود شادروان تقای مراد خوشوقت را پیشکش شما میگردانیم. مرحمت. ای اسرار ازل رانت تو دانی و نما این حرف معمانه تو خانی و نما ای هست از پس پنده گفت تو گویی من و تو ای چون پرده در افتد نه تو مانی و نما ای چون پرده در افتد نه تو مانی و نما ما اکنون سرودها را شنیدیم. سرودهای بسیار جالب بودن. اکنون لحظه فرا رسیده است بپرسیم که چی آرزوها را در دل خود میپرورید استاد ارجمند؟ میخواستم در سال جوانا ماه دم تگیره آبرس در سال جوانا خوشره بخونه وطنشون دوست دارن بیار حقم خوب شده پیر شدم پیر خوشره بخونه وطنشون دوست دارن حاضر در فیلارمون محضر دانشگاه ملی با اقراری ما همجا خط کردیم دانشگاه ملی میرم دستگیریشون میکنم. خیلی thank you very much. یک لحظه صبر کنید. بعد انجام برنامه ما هم حتما با شما میرویم. در برنامه ما شاعر معروف ادبیات معاصر تاجیک بزرگ صابر حضور داشتند. گپ بسیار نکنید. خب با همه شما بخت و اقبال بلند و روزگار خوش و آسوده را خواهانه موفق باشید. Goodbye. مهارت دسته نوروز رو جهت اجرای شرط تقلید تماشا کردیم و برای اجرای شرط تقلید دسته کشاورز دعوت کرده می شود. مرحبا. برای خوشحالی شما و مخصوصا برای خوشحالی حکمان یک چند سرایندگان با هنرمندان خدمت میکنند. مرحمت استقبال گیرید. احساس بلندی وطنداری در رشد و انکشاف تاجیکستان صاحب استقلال حصه ارزشمند خود را میگذارد. درود بر شما دنیای جوانی. جوانان نیروی سازنده‌اند. از این لحاظ حکومت مملکت برای آنها تمام شرایط را فراهم می‌آورد. در قطار دیگر برنامه‌هایی که بخشیده میشن به سال جوانان، برنامه آزمون تلویزیونی محفل ظریفان را منظور شما می‌گردانیم. در بازی امروزه دسته نوروز از دانشگاه ملی تاجیکستان با دسته کشاورز از دانشگاه اگراری تاجیکستان به نام شیرینشاه شاه تیمور بین همدیگر خوب آزمایی میکنند. به هنر و مهارت دسته ها
برای اجرای شرط‌ها اعضای حکمان در نمایندگان زیرین مقرر گردیدند. نماینده از وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان ناصرجان بوریوف، نماینده از وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان تقوی مراد نظروف، نماینده از کمیته جوانان، ورزش و سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان دلاشوب رازقوف، نماینده از کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان منوره شاهین، بهر بلند داشتن دوستی و رفاقت میان دسته ها آنها را برای پذیرایی یکدیگر به صحنه دعوت میکنیم. دسته نوروز از دانشگاه ملی تاجیکستان، دسته کشاورز از دانشگاه اگراری تاجیکستان به نام شیرینشاه شاه تیمور، саломи гарму самимӣ ба ҳамаи шумо дӯстон ва як саломи гарму самимӣ дигар аз дастаи наврӯз ба дастаи кишоварз. моил аз номи дастаи наврӯз ва аз номи раёсати донишгоҳи миллӣ тӯҳфаҳои хотиравиро ба 15 нафар иштирокчии ин даста пешниҳод мекунем. баровии маҳфили зарифон тақдим мегардад аз номи раёсати донишгоҳи миллии тоҷикистон ва дастаи наврӯз. Ladies, gentlemen, встречаем мной боец из Таджикистана, город Душанбе, самый лучший боец в Таджикистане, Муин Гафуров! У него соперник из Чеченистана, самый лучший боец в Чечне, Абиб Нурмагомедов! Ladies, gentlemen, встречаем новая музыка из Таджикистана, самый хороший певец в Таджикистане. خندیدن ناز داره پیسه بلم شکسته خندیدن ناز داره پیسه بلم شکسته جان پیسه مزار میره ساعتی هزار میره پیسه مزار میره ساعتی هزار میره دیدن یار میره دل بقرار میره دیدن یار میره دل بقرار میره خوش آمده عزیزان دل ما سلامت باشید. Ladies, gentlemen, встречаем новую музыку из Таджикистана. Самый красивый женщина в Таджикистане. Бармен که وفا نکرد صد نابودش در دل مرا جا نکرد یه صد نابودش یک بار نگه نکرد بر جان بیمایه وای
زود آمد و نکرد یه صد نابود شه Agrom is festival. Ladies and gentlemen, Sami Pasledin Pivot is Afghanistan. Sami Luchi Pivot. Farkhadi Daryo. Salam alek Berlin, salam alek Moscow, salam alek New York, salam alek Jerusalem, Islamabad, Jerusalem, Islamabad, salam alek Dushanbe, salam alek Mecca, salam alek Istanbul, salam alek Milli, salam alek Jerusalem, Islamabad, Jerusalem, Islamabad. Kjöres la pisombe, kjöres la pisombo, kjöres la pisombe, kjöres la pisombo, kjöres la pisombe, kjöres la pisombo, kjöres la pisombe, kjöres la pisombo. بیاید با هم می‌بینیم بهای اعضای حکمان رو جهت اجرای شرط تقلید برای دسته نوروز 5 5 5 5 دوستان عزیز و ارجمند بهای اعضای حکمان جهت اجرای شرط تقلید به دسته کشاورز 5 5 5 5 مرحمت دسته نوروز به صحنه خب بیاید پذیرا میشیم دسته کشاورز رو مرحمت یکی از هدف‌های اساسی نظامنامه برنامه‌آزمون تلویزیونی محفل ظریفان بهداشت کردن و رشد کردن دوستی و رفاقت میان دانشجویان است. در این تالار هنر مهارت خود را نشان دادن این بهترین گنجینه است که در حیات دانشجویی برای هر یکی ما جوانان میسر می‌گردد. اینجا در این تالار هنرنمایی کردن مغلوب شدن یا اینکه فیروز شدن معنای آن را ندارد که ما از ایجاد دست کشیم. این صحنه ما را وادار می‌سازد که ایجادمان را کامل سازیم. از پی آموزش شویم، جهانبینی ما وسیع شود. و برای هر دوی دسته میگویم که زندگی به دوستان بر آدمی ارزنده نیست، آفتاب عالم را بر سرم تابنده نیست. زندگی عیش است دوستان داری اگر وگر نماند صورتی را هست اما زنده نیست. بگذار هر دوی دسته ها به همدیگر اتفاق شوند. بگذار هر دوی دسته ها از یکدیگر آموزند، معاشرت کنند، از هنر و مهارت یکدیگر باخبر باشند. ولی اینجا آزمون است. باید آزمون غالب خود را معین کند. با آن خاطر ما به صحنه دعوت میکنیم رئیس اعضای حکمان در تالار امروزه نماینده از وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان ناصرجان بوریوف. زندگی در صدف خیش گوهر ساختن است، در دل شعله فرو رفتن و نگداختن است. بسیار خوشم می آید از هنر شما، از صنعت شما، از رفتار شما، از گفتار شما، از آن ناموس ملی که
امروز هم تماشابینان هم دسته ها نشان دادند. دسته نوروزی دانشگاه ملی تاجیکستان، دسته کشاورزی دانشگاه اگرایی تاجیکستان به نام قهرمان تاجیکستان شیرینشاه شاه تیمور با گرفتن 100 خال، با گرفتن 99 خال هر دو دسته را ما به دور منبعد راه میدهیم. بهایی که اعضای حکمان برای هر دوی دسته ها جدا کردند و امکانیت دادند برای اینکه ایجادشان کاملتر شوند و در موسم نو باز بیایند و همین گونه هنر خود را به ما و شما پیشنهاد کنند، این مسئولیت آنها را بیشتر میکند. تا دیدارهای نوبتی پیروز باشید.